салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома сармои шадид дари сокинони Тоҷикистонро мекӯбад. мақомот мегӯянд мумкин аст ҳаво то 20 дараҷа сард шавад ва аз мардум хостанд ба қадри кофӣ сӯзишворӣ захира кунанд. додгоҳи низомии Душанбе ба сароясати марзбонии Тоҷикистон амр дод ба Шаҳбол Мирзоев ҳудуди 41 000 сомонӣ ҷуброн пардозад. вале овардани шикоятро бо худи Шаҳбол Мирзоев маслиҳат карда ба айвон қарор меояд. ва як наққоши бознишастаи украинӣ даромадгоҳи торики манзилашро ба осорхонаи кӯчак табдил додааст. Самолепка, она трудоемкая, но она радость приносит. گچکاری خیلی مشکل اما راحت بخش است. شما تصور میکنید وقتی من قالب ریزی میکنم منتظر میمونم که آن خشک میشود. وقتی آن را رنگ میکنی رنگارنگ میشد و رنگ ها به بازی میدرآیند. و حالا تفسیر خبرها. ҳавои сард ва барфи ногаҳонӣ мардумро дар Тоҷикистон ғофилгир кард ва мақомот мегӯянд мумкин аст ҳаво дар кишвар то 15 дараҷа сард шавад. имрӯз барфи зиёд ҷануби Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Кулобро ҳам сафедпӯш кард. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор дод ки резиши барф то чанд рӯзи дигар шиддат мегирад ва аз мардум хост барои сармои сахт омода шаванд. Мардони Муҳаммад аз Душанбе гузориш медиҳад. کمیته حالاتهای فوق‌العاده ضمن شهر این هشدار از جمله گفته است که ساکنان باید اتاقها را به سیستم گرمیدهی با اعتماد تامین کنند تا برای اهل خانوادهشان سرپناهی از سرمای شدید باشد. مسئولان کمیته حالاتهای فوق‌العاده تاجیکستان به آزادی گفتند که به دلیل یکباره سرد شدن هوا و باریدن برف‌های زیاد در مناطق کشور گروه‌های نجات به حالت آماده باش درآمده‌اند. از روی بی‌احتیاطی و رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری چندین شهروندان ما جان خود را از دست دادند. از آن جمله این نادرست استفاده بردن کومور یا خودی از کار برآمدن سیستم گرمیدهی خانه آنها. این خود باشد هم بخاری که در خانه‌های اساس خانه‌های شهروندان ما هستند. در همین حال از مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر دادند که در هفته جاری هوا در شهر دوشنبه و منطقه‌های دیگر کشور شدیداً سرد خواهد شد. هواشناسان میگویند که سردی هوا به سبب وارد شدن تندباد سیبری به منطقه آسیای مرکزی صورت گرفته و در مقایسه با سالهای قبلی باریدن برف و سردی هوا در تاجیکستان بروقتر شروع شده است. در روزهای 24 تا 26 در جمهوری هوای نوستور ابر نوق باقی خواهد ماند و داخل شوی هوای سرد سیبری که این روزها منتظم و جمهوری ما پای در پای داخل شده باعث پشوی حرارت هوا در قسم زیادی ناحیه‌ها می‌گردد دوام خواهد یافت و هوای سرد نااستوار این چنین در نتیجه سرد بودن هوا و داخل شوی هوای نمناک باعثی بردن برف روزهای 24 25 26 می‌گردد. این چنین تومان فرایی و اساساً تومان فرایی در رقبه‌های شهرستان و انزاب نیز دیده می‌شود و این چنین در این شهرهای کلان این چنین یخبندی پیشگویی کرده می‌شود. در همین حال از اولهای ماه نوامبر در مناطق تاجیکستان به استثنای شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت‌ها و شهرهای صنعتی رجای انتقال برق یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی شده است. ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان تنها برای چند ساعت صبح و شام به نیروی برق دسترسی دارند. معمولا ساکنان برای گرم کردن منزل‌های خود از انگیزه استفاده می‌کنند که قیمت هر کیلوی آن هم در حال حاضر به 1 سومانی و 50 درم برابر است. در ارتباط با سردی شدید هوا و بارش برف زیاد کمیته حالاتهای فوق‌العاده تاجیکستان از شهروندان دعوت کرده است که بدون ضرورت از سفر به مناطق کشور توسط راه‌های کوهستانی خودداری کنند. مردان محمد، آزادی، دوشنبه. دادگاهی ҳарбии гарнизони Душанбе сароясати нерӯҳои марзбонии Тоҷикистонро муваззаф кард ки ба Шаҳбол Мирзоев ҳудуди 41 000 сомонӣ пардозад. аммо вакили дифои сарбози маъюб бо ҳукми додгоҳ розӣ нест. دادگاه حربی شهر دوشنبه حکم را روز 22 نوامبر پس درهای بسته به حضور خبرنگاران صادر کرد. در مرافعه نمایندگان سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی حضور نداشتند و حکم دادگاه را شرح ندادند. من شخصا راضی نیستم که ما طلب کرده بودیم که ضرری معنوی به مبلغ 180 000 سومانی و ضرری مادی 97 000 سومانی ولی آوردن شکایت رو با خودی Шаҳбол Мирзоев маслиҳат карда ба айвон қарор меояд.
شهبال میرزایف ساکنی 23 ساله ناحیه اشت ماه مارت سال 2014 بر اثر علت کوب یک همخدمتش معیوب شد و قضیه او دیگر باره مسئله این بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان را داغ کرد. طبیبان گفتند استخوان میان و گردن سرباز مجروح شده برای برقراری سلامتی او مدت طولانی لازم می شود. بعد این حادثه شهبال با مساعدت حامیان حقوق ریاست مرزبانی را به دادگاه کشید چون به گفته او فرماندهان نتوانستند امکان خدمت مناسب را فراهم کنند. پرونده شهبال که هنوز هم بیمار بستری است یکی از پرونده های پرسر و صدا در تاجیکستان به حساب می رود. عثمان علی غیرتوف هم خدمت شهبال را برای معیوب کردن این جوان به بیشتر از 7 سال زندان محکوم کردند ولی بر طبق قانون عفو حکم زندانش کوتاه شده است. و سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان چند ساعت پیش گفت که نمیخواهد جبران تعیین نموده دادگاه را بپردازد و به دادگاه بالایی شکایت میکند. برنامه را با خبری از افغانستان پی میگیریم. ماموران پلیس در افغانستان میگویند در نتیجه حمله مرگطلبانه به یک مسجد شیعه در کابل 27 نفر کشته شدند. بمبگذاران نمازگزاران در مسجد باقر العلوم را هدف گرفتند. مردم در اینجا مراسم اربعین را به پایان می‌رساندند که گرامی داشته یادی نبیره حضرت محمد پیامبر اسلام است. سردار ریاست تفتیشات پلیس کابل گفت در حمله 21 نوامبر 35 نفر دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله را وحشیانه خواند و یک سخنگوی طالبان گفت که حمله کاری دست آنها نیست. در افغانستان 15% اهالی شیعه مذهب و بقیه سنی مذهب هستند. در ماه ایول در نتیجه حمله به تظاهرات شیعه مذهبان در کابل 80 نفر کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را بر دوش گرفت. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد هلاکت 7 مهاجر تاجیک در سوختار تیومن یک مقام شرکت ساختمانی در روسیه بازداشت شده است. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 21 نوامبر گفت که نفر بازداشت شده مسئول رعایت قاعده‌های ضد سوختار در شرکت گاریزون بوده است اما وظیفه‌اش را اجرا نکرده است. 7 ساکن نویه ماشو دوشتیچ از جمله روستای خوشکت شب 20 نوامبر بر اثر سوختار در فرمای مرغ پروری هلاک شدند. مقامات روسیه میگن ساکنان خوشکت از ابزارهای برقی کارناشایم استفاده بردند و همین سبب سوختار شده است. مقامات تاجیکستان میخواهند گناهکاران مرگ مهاجران تاجیک را جزایی سزاوار بدهند. ما همچون ساختاری ولایتی که حفظ اجتماعی حفظ مهاجران رو در خارج تامین می‌نماییم حتما ما یک مکتوب اعتراضی البته میفرستیم نسبتی چاره دیدن نسبت این شرکت ها. اگر در حقیقت چاره دیده موافق قانونگذاری جزای دلخواه گیرد این شرکت این رو نیز ما کاربری میکنیم. به گفته سردار ریاست تا ماه اکتبر در روسیه 96 شهروند تاجیکستان هلاک شدند و یا فوتیدند. با گذشت 2 ماه از شروع سال نو تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان وزارت معارف با یک تصمیم فوری به 100 جوان ساکنی ناحیه مرغاب کوتاه تحصیل در مکتب‌های عالی را تقدیم کرد. مقامات ناحیه اکثر قرقیزتباری ولایت مختار بدخشان کوهی میگویند این کوتاها بعد نشر گزارش رادیو آزادی به طور استثنایی به خدمت کرده‌های مکتب‌های میانه ناحیه فراهم آورده شد. حالا اینجا آنان با خوابگاه تامین شدند و درس‌های علاوه‌ای زبان تاجیکی میگیرند. مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارد. بیشتر حالت صداناب یا هم صدا میگیدن. فاطمه تحصیل خود را در دانشگاه از آموزش الفبای زبان تاجیکی شروع کرده است. او ماه نوامبر بر اساس کوتا استثنایی حکومت تاجیکستان به فاکولته فیلولوژی تاجیک داخل شده است. من مکتب را با روسی در قرقیزستان خواندم. خواهش زبان تاجیکی را آموختن داشتم. حالا حرکت می کنم تا این زبان را آموزم. در مجموع 100 نفر قرقیزتبار ناحیه مرغاب بدخشان به بخش‌های تاجیکی مکاتب عالی جلب شدند تا تحصیل زبان دولتی در این ناحیه به طور بهتر تغییر کند. فاطمه از جمله اولین نفران است که اصلاح وضع به دوش او و همراهانش گذاشته می شود. اگر همه این وقت را با ثمر استفاده برد در مدت کوتاه من همچون استاد باوری دارم که زبان تاجیکی را با تمام نازکی‌اش از خود می‌کنم. فاطمه در روزهای اول تحصیل به کمک احتیاج دارد. به ترجمان نیاز داشت که همکورسان به امدادش رسیدند.
من زبان قرقیزی رو میدونم. از آنهای قبادیان باستانی هستم. با اینها با زبان قرقیزی سخن میکنم و هر آن چیزی که اینا نمیفهمن من ترجمه میکنم. سخن میرونیم، دوگانه هستیم با اینها. بسیار دخترای شوخ و زور هستن. اعظم جان جوانی دیگری مرغابی میخواست از طریق مرکز ملی تستی دانشجو شود، اما بلی ضروری را نگرفت. دانشگاه مدفوری نهضت مجموع زرای درسشون همه زرای. از جانب حکومت تاجیکستان جدا شدن 100 کواتا برای جوانان مرغاب غیر انتظار بوده است. من حتی انتظار نداشتم که صاحب کواتا میشوم. دایرکتور مکتب زنگ زده گفت که شما برنده کواتا شدید. از آن روز آگاه شدم که من دانشجو میشوم. نگرانی مقامات از این است که در ناحیه مرغاب و جرگتال که اکثر اهالیشان قرقیزتبارند، برنامه‌های دولتی به کندی پیش می‌روند. هدف از جلب دانشجویان مذکور که کوتا پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان این نزدیک کناندن آنها به اصالت و فرهنگ زبان دولتی و زبان ملی تاجیکستان میباشد. جلب این گروه جوانان در حالی است که آنها دانش ابتدایی با زبان تاجیکی را ندارند. کارشناسان میگویند تنها این برنامه در صورت موفق می شود که زمینه‌های اصلی آموزشی در خود مرغاب گذاشته شود. به هر صورت فاطمه امیدوار است که پس از 5 سال تحصیل همچون داننده زبان تاجیکی به مرغاب برمیگردد. دیوار زیبایی که حالا در ویدیو میبینید دیوار آثارخانه نیست، بلکه درآمدگاه یک خانه بلند طبقه در شهر کیف در اوکراین است. یک نقاش بازنشسته اوکراینی درآمدگاه تاریک را به یک آثارخانه کوچک تبدیل داده است. فرزان محمدی گزارش میدهد. بلندآشانه در کوچه ردوژنی یکی از ناحیه‌های کیف ظاهراً از دیگر بناهای همشکلش که در سابق شورای بنیاد شدند تفاوت ندارد. درآمدگاهی که در آن بازنشسته ولادیمیر چایکا زندگی می‌کند قبلا درآمدگاهی عادی بود، اما در مدت 15 سال سابق کارمند متروپولیتن آن را به قصر تبدیل داده است. حالا همسایه‌ها مکان زیستشان را شبیه ورسل و ارمیتاژ می‌دانند. می ساختم و می کندم. حتی چنین می شد که از رخت خوابم بلند می شدم و می کندم. فکر می کردم که به این شکل درست نیست. انا این سقف را من 4 بار تغییر دادم. ولادیمیر چایکا بیشتر از همه از گلکاری‌هایی که با گچ ساخته است می‌فخرد. طرز گچ‌ریزی را او با کمک یکی از همکارانش آموخته است. گچکاری خیلی مشکل اما راحت بخش است. شما تصور میکنید وقتی من قالب ریزی میکنم منتظر میمونم که آن خشک میشود. وقتی آن را رنگ میکنی رنگارنگ میشد و رنگ ها به بازی میدرآیند. وقتی این بازنشسته جای پرتابگذار را نمای دیگر داد، بیشتری ساکنان حتی از استفاده آن میترسند. اما چایکا در مثال خود طرز کاربری دستگاه را نشان میدهد. نقاشی‌هایی که در چهارچوب زرحلین جای داده شده است انتخابی اند. در دیوارها تصویرهای دوست داشتنی چایکا انعکاس یافته‌اند. بعضی‌ها مسئول کار چایکا را نگارش بی‌هنرانه می‌دانند. این رنگ سفید با زرحلین و کبود آمیزش معمولی است، چون این آمیزش رنگ ها همیشه موفق می شوند. اما با این همه درآمدگاه منزل زیست این بازنشسته به مکان جلب سیاحان تبدیل شده است. و یک خوشخبر از دنیای ورزش. پهلوان شناخته تاجیک در رشته جودو میان سابقه‌داران عنوان قهرمانی جهان را صاحب شد. پرویز صابرов در مسابقه قهرمانی جهان که در امریکا جریان دارد با شکست دادن ورزشکاران از فرانسه و برزیل و ایالات متحده آمریکا پیروز آمد. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میان سابقه‌داران 999 ورزشکار از 63 کشور شرکت داشتند. مسابقه از روی 7 وزن میان ورزشکاران سینشان از 30 ساله بالا صورت میگیرد. پرویز صابرов 36 ساله در مسابقات بین‌المللی بارها شرف تاجیکستان را حمایت نموده به جایزه‌های قهرمانی آسیا نائل شده است. پرویز این حال معاون سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه می باشد. این خبری آخرین نشر نوبتی برنامه بود. خبرهای بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی صفحه داریم. برنامه خبری ما در سامانه آسیا پلاس نیز پخش می شود. با ما بمانید.